یک گلاس آب بگیر و اول برو وضو بگیر و بعدش بشین روبرو قبله. آب بیار در پیش خود بان. یک دفعه سوره حمد بخوان، یک دفعه چارقله و یک دفعه آیت الکرسی را. وقتی که شما هر کدام از اینا رو میخوانین یک دفعه فوت میکنین، چوف نکنین دوستا. بعضی میریم چوف میکنه که باطل میشه، فقط فوت میکنین و خلاص. وقتی که اینا رو خواندین دوستا، آیت الکرسی را از اولش که خواندین تا علی العظیم، یعنی نیاز نیست که تا آخرش خلاص کنین. وقتی همه اینا رو خواندین بعد بسم الله گفته آب نوش جان میکنین، یعنی زیاد نه، فقط 2-3 قورت میخورین. وقتی که را خوردین اگه دیدین هیچ مزه خاصی نداره، پس شما را کسی جادو یا طلسم نکرده. اگه دیدین که آب شیرین است، بدانین که دعای خیر یکی پشتان است، فامیلتان هرچی دعای خیر در پشتان است که زندگیتان هر روز خوبتر و خوبتر شده میره. اگه احساس کردین که آب شور است یا تلخ است یا مزه خواب میته، بدانین که شما را یکی طلسم کرده. و اگه خواستین برای باطل کردن سحر براتون دعا بگم یا یک کار را انجام بدین که سحر و جادویتان باطل شوه، پس حتما بر من کامنت بانین که براتون رای کنم. دوستا وقتی که خواندین اگه فکر کردین که شور یا ترش نمیفهم تلخ یا مزه خاک آب میته، فهمیدین که شما را کسی جادوی طلسم کرده، بعد